ریشه اساسی اختلاف‌ها در عائله چیست؟ ریشه اساسی اختلاف‌ها در عائله این دوری از خداوند است. به اهمیت گذاشتن نقش و مقام دین همچون بزرگترین اینستیتوت اجتماعی. وقتی که انسان از ایمان و وجدانش دور ماند، یا تن پرست می شود یا تن پرور و تمامی نابسامانی اجتماعی گرفتار می شود. عامل اساسی این سبب دور بودن از ایمان با آن وادار می سازد که تمامی فعالان جامعه حتی در سطح بین المللی کوشش میکنند و نظریه ها پیشنهاد میکنند که کیان عائله را سالم نگاه بدارند، اما متاسفانه همه کوشش و زحمت ها ناکام مانده ایستاده است. سبب ناکام ماندن در سازش کیان عائله آن است که انسان را نسبی معرفی میکنند. در زمان پیش در عالمی پیشرفته دنیا بخصوص در ممالک غرب فلسفه بودند، اینا پیشنهاد کردند که با ظهور نوآوری و فناوری آفریدن تکنیک و ماشین‌های تکنولوژی انسان میتواند به کمال خوشبختی برسد. متاسفانه ناکامترین انسان در عالم غرب کسانی هستند که به این تکنیک فرا رسیدند. پس چرا ناکام ماندند؟ چون در ساختاری آموزش ساختاری انسان نتوانستند از خودش برآیند. طور مثال امروز گفتنی هستم که انسان موجودی است دوگانه. تن و نفس دارد، روح و روان. تن و نفس همیشه آزادی میخواهد و روح و روانش همیشه پایبندی میخواهد. تن انسان که به گفته تعلیمات قرآن از خاک و لای آفریده شده است و روحش از جانب پروردگار دمیده شده است. پس این روح در تن همیشه در کشمکش قرار دارد. تن میخواهد آزاد باشد، هرچی بیشتر مال و ملک داشته باشد، هرچی بیشتر سیر و پر باشد، هرچی بیشتر از کمبودیا مثلا رها کنه خودش. این خواهش نفس، خواهش تن و نفس است. روح انسان همیشه پایبندی میخواهد. اگر برای طریق مثال اگر کسی از راه پول یافت، تن و نفسش میگه اکنون امروز تو شاهی. که روحش پایبندی میخواهد، نه تو شاه نیست، این امانت کسی از در راه افتاده است. تو این امانت باید به امانتدار بربگردانید. در همین زمینه این فرستادن سلسله پیامبران از آدم تا به خاتم علیهم السلام برای همین است که سازگاری روح و روان با تن و جان است، یعنی با تن و نفس است که روح همیشه نظارتگر تن باشد، نه اینکه تن نظارتگر روح باشد. به عبارت دیگر انسان اگر تن پرست باشد از حیوان فرقی نمی کند. عائله که اگر خواهد که همیشه شاهانه زندگی کند، تنش پر باشد و شکمش سیر باشد، این باید بدانند که این عین ناکامی انسان است. چون که غریزه انسان و طلبات انسان هیچ وقت سیرشونده و پرشونده نیست. چی انسان را آرام میکند، خوشبخت میسازد، خوشحال میسازد که اگر روح انسان آرام و مطمئن باشد.